شو داریم. اگه ژاپن کوه فوجییاما رو داره، ما توی ایران خودمون کوه دماوند داریم. اگه ترکیه چشمه پلکانی پاموکالا رو داره، ما هم چشمه بادابسورت داریم. اگر استرالیا یه آبشار طبقاتی ناندرویا رو داره، ما توی لفور خودمون 7 آبشارشو داریم. اگه کشور هند به دشت دزوکش مینازه، ما توی گلستان ترکمن صحرا و خالد نبی رو داریم. اگر کشور رومانی آبشار خزه‌ای بیگار رو داره، ما هم توی علی آباد آبشار خزه‌ای کبودبال داریم. اگه ترکیه روستای صخره‌ای کاپادوکیا رو داره، ما هم توی تبریز روستای کندوان رو داریم. اگه تو کشور ترکیه تو دامنه کوه آرارات دشت آقریداقی وجود داره، ما هم توی اردبیل دشت سبلان رو داریم. اگه آمریکا گرند کنیونش خیلی معروفه، ما تو لرستانمون در خزینه رو داریم. اگه آفریقای جنوبی تلاقی کویر و دریا رو داره، توی چابهار ما هم ساحل درک رو داریم. آره رفیق، اگه هر چی تو دنیا وجود داره و قشنگ و معروفه، اگه تو ایران خودمون مشابهش رو نداشتیم تعجب کن. فقط فرقش اینه که ما توی ایران همه چی داریم ولی هیچی نداریم.